بچه‌ها سلام علیکم. ما دوست داریم یه سری شهرهای عجیب رو تست بکنیم. امروز اولین شهری که می‌خوام تست بکنیم قمه. بگیر اینجا روز دختر. قمار. راموسان بریم پول ببندیم. چقدر دارید؟ هر بچه‌های سیاه‌پوست بیشتر از بچه‌های چیپی داریم. هر بچه‌های غزه می‌بندن. داشت چقدر می‌خوای ببندی؟ رو سیاه 39 ابوالفضل اگه بریم اونجا بشینیم رو سرت کنی بهتره. ناموسن برو. میگم بوس بو بکنه ازم بگی اسمم سوسنه نه ازم بالا سوسنه موزنه. پس خانمی دارم اینجا سملات میدم بالا. این نقطه قرمز رو بگیر اومد. حدس بزنید کی شب اول ازدواجش این نقطه قرمز رو تفتیش نمیدم. چه بیمازه‌ای. اینو مثلا اکس همو بنویس بالا. واکره نیستی. امشب تو عمرت نبر از یاد آهای داماد. بعد رانده سه نرون برو. برو بگو منو راه بدی. 25 تا می‌بندن به اون بچه. 25 تا می‌بندن به این بچه‌ای که خانوم تیم میشی بچه همیشه ادیتور عکسای هممونو بذار بغل یه خانواده بعد بزن بهترین خانواده. دوست داریم برامون بخونن؟ برامون بخورم بهتره همون. عرق کشمش کرم کرده از زبون. همین انقدر خوبه که داره بچه‌های غزه رو اینجا آموزش میده چجوری فرار بود. همتون امشب خوب استراحت کنین. آخه فردا تموم روز بازی کنین. اینجا برای بچه‌ای که بدن. Let me lick that pussy, 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 let me lick that little tiny pussy, I like the tiny pussy, let me lick that tiny pussy, I just want a pussy, let me lick that tiny pussy. در واقع تو شاید توش چیمکاتی زیان که همه رو میبره. اینو چجوری دماغو بره بیاد چند در میاد؟ چی میگی؟ این پشت خبره. این پشت هم خبره پشمو. What the fuck bro؟ کوچ کن کوچ کن برده ببر سینه تو ما سلطانم وقتی قراره بیاد خیلی اینجوری نکن با قلب نزد چشمک مغرور جزا آجی از ایش قدیمی ها
خاموشه کلا خاموشه؟ حالا برو تویی اسخول داره فیلم برداری الان اینجوری دارم میکنم، اینجوری دارم راه میرم. واقعا من خاله واقعا یه سوالا میپرسی آدم میخچه رو سر پیرش در الان بریم وایسا اصلا این شرط حالا بابا خیلی مهمون نوازی من شرط چون بچه محله ها بودم و بله ما اینجا بچه قومیم شما کی داریم امیدوارم بابا من تو میرم شما تو نیاید با من چه بزنم قدم با اون یکیه بچه‌ای که فیزیوتراپی بلدن میگن چرا من گردنم درد میکنه هیچ کاری نمیکنم تو طول روز اصلا فقط سر پا چرا گردنم درد میکنه یک حتما کامنت بذارید همه رنگ قلبا رو گذاشتن یه رنگ قلب بگو بذارن انحصاری برامون سفید نه مثل خون قلب طلایی زرد برام گذاشت یه قلب بنفش شاید دوست داره برگرده بذارم سر به سرش فیلم بردار گزارشگران خوبه فیلم تو بردار چه بامزه تو اینجا وصل میشی وقتی که وصل بشی ملتفت برات ترک میزنه روز اون رو میبینی اونجا اون گنده رو میبینی شاید تو صفا آها تو اون منظورتون بود فیروزیه رو میبینی چرا اینو میگی بچه سال بچه بازم مگه یه ذره هستم یه دونه این ادیت افا یه دونه شما برم یه دونه این ادیتا بگی که مثلا تو جمع همه چی وایسا پدر دختر خیلی جوک اومد تو ذهنم خیلی جوک ولی نگاه شدم دیدم باباش اومده برید کنار کدومشون بریم قهوه بخوریم بیایم بریم اینجا بهت گفت خفه شو فهمیدی آخه پشمک تو مال این صحبت هایی بفرستید واسه رفقاتون اینجا رو کلیپ کنید بابا میای انقدر جلو نیست دماغت فقط میفته واقعا بهتر اونطوری میفتم قشنگتره ژانر خودمه اینا شما اینا رو پرت می‌کردید سمت هم؟ نه بچگی الان پرت کنه دیگه من میدونم نگرفتم دوباره حاجی استوری رپرا بدتر از کوسه چیز بود؟ آره واقعا بچه مزه تنباکو میدار چرا تنباکو خوردی؟ غلام سیاه اگه اینجا رو میبینی اون روزی که من تو قهوه خونه مجبور کردی یا تنباکو بخوری یا گیرمندان خدا نبخشته بی‌ناموس مزه تنباکو میده آها اینو داشتم گفتم بعد این چیزه هیچکی براش مهم نیست بود داداش بابا چرا به من هیچ اهمیت نمیده اون از پدر من یه حس بدی دارم حاجی اونم پدر ناتنیم که منو میزد این از شما بچه به نظر تو اونایی که میرن تو پینترست میزنن دارک استایل هنوز وجود دارن یا نه؟ صورت تو بیا کنارش صورت تو بیا کنارش چقدر بیارم بچسبید به هم چقدر بام شد برو دیگه همین بس عبال تا طور جدی نکن این قضیه واقعا احساس می‌کنم بعضیمون اصلا بالانس نه بابا چه ترسیده من ریدم به خودم نه حاجی تخیه کرده ابوالفضل کرد
ابوالفضل داری می‌بینی نیافته نکن حالا خیلی بی‌نمک بودی واقعا. یعنی شور این شوخی رو تو خراب کردی. ما داشتیم شور می‌گرفتیم، شور اعضای با منی؟ تو خرابش کردی. با دوست دختر قبلی تی؟ دوست دختر قبلی مگه این ویدیو رو می‌بینی؟ خواهش می‌کنم لایک کن. فامیلی همین امروز به من داشت تاکید می‌کرد تو زندگی یوتیوبری آره شوهر کرده. پشمام. ادیتور یه دونه چیز بیار، یه قلب اینطوری بیار الان بشن مثل ماریو هست تموم میشه. واقعا بیار داده یه بار من حاجی اما نظر نبود سکس تو ارتفاع چیه؟ سکس و ارتفاع با کی؟ یه دقیقه آقا اینا نگه دار فیلم بگیریم. داداش این دوربین ایده برازرز داداش هلو ادیتور اینجا منو کرواتینا میتونی بذاری؟ آره برازرز هلو I am the shoki I am very very big. چرا می‌نمون تازه میرسیم بالا خاطره گفتن یادت میاد؟ چرا حالا انقدر کوچیکه؟ باز چیکار کنی؟ اگه مال این صحبت ها باشی یه شبش مهمون من. الان پول داری؟ پول چی؟ نه نشو گفت کده تا من فروزان یه جا گرفت من حتما درخواست کرد که بگم من گفتم ابوالفضل زنیا قلب منیا داره پاره میشه با دو تا با دو تا کل مشن که هیچ درکی از جمهوری اسلامی ندارن سوار یه کوچر شدم. درک از جمهوری اسلامی من ندارم. اتفاقا درک از جمهوری اسلامی دارم. یه میز BBC میاری برای من اینجا. برو تمام پدافندای سپاه نخورده و برخورد نکرده و رفته تو جیونه من. برو کنار بابا نوئل. بابا بزرگ روحت شاد. تزریق نمی‌کنه. رازهای خانوادگی تو هیچ وقت به رفیقاتون نگید. داشتم فیلم می‌گرفتم حاضرم نه. بلاک تو بلاک شد. داشت دوست داری تو بلاک من باشی؟ چیزی؟ جنه. این داداشمون دهن فیفا 100,000 تا ساب داره. ماهی 75 میلیون داره یوتیوب در میاره. نه دروغ. شروع کرده بودم چنل دومم می‌خواستم شروع کنم. چنل دوم صدا گیم ریاکت بیشتر. میخوای بیا تو گیمش؟ من که الان نمیتونم بیام. دستات بنده. خب به امون خدا. قلب منی ما رو راحت کن. نه تو پارکیم یه ویدیو پارکی برو. بچه‌ها پشت بوته ها که میگن اینجاست خیلی هاتون لاتیتون اینجا در اومده. نشونه ندی انگشتو. داشتم من نمی‌کشیدم پایین میشاشنم. بس نگهدار علامت گروه بلاد اینوری کن. تنها حال نمیده. تنها حال نمیده. بیا حتی تو ابر الکی هم سوراخو پیدا نمیکنه. آگه بریم که اوترو رو بگیریم. اوترو چیه؟ اوترو یه خودرویه که سایپا داره میزنه. دهن تو کن. فروز خیلی بامزه شد اینجا شده. میخندم ملت. سایپا رو خرید بابک زنجانی. بابک زنجانی مگه بعد زندانش تموم شده چیزی بخره؟ بابک زنجانی رفیق منه. اصلا سایپا دولتی نمیشه یکی بیاد بخره. سهامشو خریده. سهام عمدهشو خریده. چند درصد؟ 48%. چقدر تو داشتم با بابا میگه بابک زنجانی رفسنجانی کجا گفت؟ مرد. نه بابا خدا. رفسنجانی مرده. آها من بودم ما بچه‌ها اطلاعات. پسر دیگه البته بیاد خودمون رو بزنیم به اون رو که خودش نکشتش.
فرمون الان دست کیه؟ تراکتور که فرمون نداره. یکی اوت تراکتور. نه اینو بگید جون مامانم قول میدم خنده دار بشه. گفت جون مامانشه. پشت این درخت کلی رازه ولی پشت اون بوتا کلی بچه که وقتی اومدن بیرون لات شدن. بریم خونه. بچه‌ها میخوام خیلی خنده دار بشه ویدیو، زحمت دارم میکشم رفیق. همون کارهای خطرناک نکن به خدا. ما زندگیمون خطرناک. بالا. نه با هم نه یه دونه. رنگ سیاتیک هم خرابه، نمیتونم جفتشو همزمان اونور برم بالا. شرمنده‌ام. متاسفم. ولی برای جبران میکنه. کی؟ همین الان پشت این بوته. تو کجا میای؟ سانسور کنیم اینجا رو. مثلا خنده دار شد. مثلا همونطور نه این فیلم عروس نوادا رو دیدی؟ مثلا همونطور داد دودولش تو دهن من دودولش تو کردم. خیلی تو ماچ میشم بعضی وقتا میگن شروینم بشو و آهنگ برایه بخون ولی میگم برای کی؟ بعد بزن حمایت از LGBT های قوم. نه رو نگاه کن. نه نخند. حمایت از LGBT های قوم بذاری؟ یه لبخند ریز. سلام. امروز من یه LGBT آوردم میخوام ازش حمایت بکنی. حتما لایکش بکنی که بتونه مشتری در بیاره. واقعا اونا که از LGBT حمایت میکنن تهشون چیه؟ خیلی خوب گوش کن. نمیخواستم این کارو بکنم ولی تو چاره‌ای واسم نذاشتی. فقط نیگا رو داشته باش. شاید تو حسین اوپی لقبش اوپی. آیدیشو میذاریم دخترها مسیج بدن. دخترایی که یه پسر نرم و کم سن دوست دارن. بچه من از این داره میبینید اگه لایک نکنین شنبلتون دیگه رشد نمیکنه. یه دوربین یه ولاگ بگیریم بچه اینجا یه روز از آویدید کیر شوکی ویش کشتر دیگه انجام بعد عکس تایمنیل و عکس ویناکو بزنیم. بچه ها میگیم این قضیه فکر کردی که ما ممکنه بمیریم؟ آفت چطوری اینو؟ نه واقعا صادق کد 363 برام SMS کن اگه اینو دوست داشتی. کد بزن کد مثلا 363 بعد برای من بفرست بگو قیمت. من برات قیمتو میدم. ساعت‌ها رو میفرستم مثلا که یه مهد کودک میاد بتونی برید. بابا یکی جلوی منو بگیره. آقای خامنه‌ای اگه ما رو یه روزی داری دست برادران اطلاعاتی و گفتن نوشابه رو بخور و با بطری آره تو رو خدا پلاستیکی باشه بهمون وازلین بدید. بچه ها صورتیه. آسمون من نمیای پر باز آسمون من نمیای سر ابرا آسمونم بعد دیگه بسته